میرسه بشک. اما یوسف، اول خب پرسان بکنم نام خدا که هموطنای ما زیاد آمدین، اینا خودتان فعلا مصروف چی وظیفه هستین در امارت اسلامی افغانستان و این مشکلات مردم و هموطنا رو چطور حل میسازین؟ این اگر در نظام قبلی اینجا که حکومت قبلی حاکم بودن، کاش که شما یک روز به خانه ما می آمدین. ما همینجا نزدیک خانه داشتیم. روز پنجشنبه اینقدر مردم که اهل هستن او وقت می آمدن، چون او وقت ما را مردم نظام قبلی بیگانه خطاب میکردن، ما را از خود نمیدانستند. ما یک کسی هستیم که به خاطر مشکلات مردم او را حل میسازیم. هیچ کدام وظیفه رسمی نداریم الحمدلله. مطالعه و درسی کار ما هستند، چون مردم میآید هر کس یک چیز میاره به ما که به ما حل کن، باز با مو مرجع ما بریش به مواسم مطابق خود کار در حل رسانه که ما میبینیم میگن عضو ارشد امارت اسلامی. نه، این خو غلط میگه. چند روز پیش به ما یک کس گفتن که نمبر ما را ثبت کرده بود کسی که ارشد رئیس ولایت کابل. مال غلط و تو یک چند وقت عهده مسئولیت کابل داشتیم. من ما بیخی مسئولیت نکردیم، تا بالی بیخی مسئولیت نکردیم، در هیچ عمر مسئولیت نکردیم. به همه معلوم است. خب پس اینا که میان احوال خود تا جویا میشن. خب نام خدا جور باشین. خدا کمیاب. اما یوسف، از کمی از کارا و نام خدا که ما که سر میزم دیدم بسیار کتاب پر است، زیاد گمانم با کتاب و مطالعه علاقه داری. دی خب از این طور میکنیم، یک دفعه به کتابخانه خودم شما را میبریم، کتابخانه را ببین. اینجا خوب کتاب نیستن. از کتابخانه را که ببینیم انشاءالله در افغانستان، چون ما خانه نداریم، اگر خانه الله عزوجل به ما توفیق دادن خانه را جور بکنیم، باز چون وقت مشکلات می بودن، بس کتابخانه را ببین. نه آلی خود کتابا را ببینید. افغانستان قدر کتابا که ما داریم انشاءالله کس یک کتاب فروش هستن، غیر از کتاب فروش انشاءالله شخصی کتابخانه مثل که ما داریم کسی نداره. خب انشاءالله یک روز دیگه میایم که مردم کتابخانه. نه آلی هستن باز یک دفعه انشاءالله. خب بسیار خوب. خیاموسی صاحب، اینجا از خودتان نیست؟ نه، خانه از خودم نیست. ما آمدم چقدر تعریف کردم که اموسی در چی یک جای مقبول داره، چی یک خانه زیبا داره. نه تبالی بیخی خانه نداریم. همه زندگیم تیر شده ای در خانه دیگه مردم تیر شده. این چون این منطقه ما هستن، مقتدیا و اینجا پدرکلان و پدرم اینجا وقت تیر کرده. باز فتح که آمدن وقت که خانه ما بودن وقت بسیار چی بودن، بس که فتح آمدن اینا مردم به ما اجازه دادن در اینجا هستیم. خب اموسی خیلی بیا ما خود داریم از این هوای بیرون هم کم لذت داریم، اونجا یک گلاس چای هم بخوریم.
یک چوکات اسلامی باشه. در روزهای پنجشنبه دیگه میبینین مردم و دوستایی که میاین به دیدنتان، باز در دیگه روزهای هفته جریان هفته صبح تا شام چی کاروبار میکنی؟ مصروف چی کارا میباشی خودت؟ دی هفته که ما چیزی مطالعه میکردیم، کتابای مطالعه میکردیم که در جغرافی افغانستان می بودن. مثلا در ولایت لغمان یا سلطنت محمود غزنوی رحمه الله، او وقت چون نامات تغییر میکردن، لغمان لمغان می بودن، دی بحث میکردیم. همه هفته مصروف دمی بحث می بودیم، مطالعه میکردیم، مطالعه را بسیار دوست داریم. باز روز پنجشنبه امرای میمانا میبینیم. بعضی وقت یک میمان زور شب، اگر روز هفته در مابین هفته باشه انشالله امرایش ملاقات میکنیم. خب باز برای فامیل و طفلکا هم وقت میتی یا نمیتی؟ یکم مصروف هستی؟ چرا نی؟ ما الحمدلله مسلمان هستیم. رسول صلی الله علیه و سلم با یک صحابی بودن، ابو دردار رضی الله عنه، به او گفتن ان لنفسک علیک حق، نفس تو به تو حق داره، باید به ورزش بکنی. ولی زوجک علیک حق، باید به خانواده خودتم، به زن خودتم وقت بدی. ضرور، چون ما مسلمان هستیم با مو گپای رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکنیم. خب است. اما باس خانم دمینجا است یا نه؟ نه، خانم اینجا هستن. خب ما اینجا یک دیگه قریه هستن به نام ساک، اونجا مدرسه ما بودن. 70 سال تاریخ داره او مدرسه. اونجا 70 سال. اونجا به هزارها طالب از اونجا فارغ شدن. علما چون جای تاریخی هستن، بسیار علمای کلان از این مدرسه فارغ شدن. بابا کلان عالم بودن، پدرم عالم بوده، همه کاکاها و همه خانواده علمی هستن. باز ما اینجا مدرسه می بودن. در اواخر نظام قبلی نمیخواستن که اینجا علما باشه، چون به خاطر که اسلام از این وطن گم کنه، این مقصدش بودن. از ما مهاجر شدیم. یک برادر ما بسیار خوب عالم بودن، رئیس مدرسه بودن، او رو شهید کردن. باز بعد از هجرت که آمدیم کابل که فتح شدن، این دی خانه علی هستیم. خب یعنی یک دور از کابل دورم شدین؟ کجا بودین؟ خارج از افغانستان بودین یا؟ دی الحمدلله در افغانستان بودیم، چون افغانستان اینطور یک جایی نیستن که 20 سال اینقدر مناطقی بودن که اونجا چون مشکلاتی می بودن و افغانستان به هر کس پناه میده. خب پس اینجا بودیم. الحمدلله در افغانستان بودیم. سرگرمی خودت چی است در جریان روز؟ خودم والیبال به ما خوب. خب والیبال دوستان ما در اول یک میدان والیبال هم دیدم. اگر لازم میبینم رای ما یک والیبال بکنی یا نه ما سی سال. خب چی باشه از خب میدان تر است. میدان تر. خب بیشتر وقتا دیگه والیبال بازی میکنی. این همه که هستن اندی والا، این همه علما هستن. خب ما که تر نمی بودن، ما خودیم والیبال میکنیم، همه علما اینجا اندی والا و دوستا. سلام چطوری؟ ماشاءالله ماشاءالله. سلامتی وکیل. استرماشه. زید التکینی محمد کین سلامتی و سلامتی. محمد نام از این محمد است. این نام محمد. این نامش ابو دوجانه هستن. خب اینا این برادرزاده ماست، دو برادرزاده. خب این دو دانه هم بچه‌های هماسی صاحب است و این هم برادرزاده‌اش هستن. چطور است نام خدایی هم خوب معلوم میشه که دیگه هم تو درس خوان هستن. نه الحمدلله درس را میخوانه. اما اسم نام از پسرتان ابو دوجانه است. معنایش چی است؟ در اسلام یک بحث ما میکنیم. این بحث فلسفی است. یک کس که نامش به خاطر نیکپالی نامش سرش بگذاری، او سرش تاثیر میکنه. ابو دوجانه یک صحابی بودن، بسیار مجاهد تیر شدن، بسیار سماک ابن الحرب نامش بود. ابو دوجانه شهرت داشتن، به خاطر امو نامش ایمان دید. این نامش اصل عبدالمعیز است. نامش عبدالمعیز است، ما در خانه برش ابو دوجانه میگیم. ای پال مجاهد ای دیگه که هستن نامش عبدالمذل هستن. باز محمد ابن الحجر، باز یک عالم بسیار کلانتر. از الله عزوجل میخوایم که عالم شو و مجاهد شو. بشک انشالله که هدف شما دارین انشالله برسن. ابو دوجانه یک سوره به می دوستا امام بخوان. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
آفرین، ماشاءالله ماشاءالله، چقدر خوب آمد با تجوید و مزدار خواندی. تو چی میگی به دوستکا، به کمره؟ دو چیزا بسیار یک چیز نادر هستند. مثلا ای که هستن بعض تصوف بحث میکنه، اونا از بخش ای که هستن مثلا بعض منطق هستن، چیزای فلسفی بحث میکنه، قرآن فلسفی بحث میکنه. ای که هستن این چیزای فلسفی بحث میکنه. مثلا ای بعض ای بعض قرآن و سیاست بحث میکنه. قرآن چقدر مضامین سیاسی چی میکنه. همینطور ای بعض هر یک چیز موضوعاتش داره. اما همین کل پول و سرمایه را دیگه کتاب خریدی. این کتابخانه شاید ارزشش زیاد باشه، هم ارزش مادیش هم ارزش معنویش. همینطور هستن. اما تصنیف همین با ما هر چیز هستن، یعنی هیچ چیز دیگه نمیخوایم. همین با ما نه تنها با ما در افغانستان قدر علما الحمدلله ما داریم که با اونا کتابخانه بسیار چی هستن، ارزش خوب داره. این بس کتابای چی هستن؟ حدیث هستن، این حدیث هستن، این حدیث هستن، این حدیث هستن، این حدیث هستن. این همه بحث حدیث رسول صلی الله علیه و اما موضوعاتش در مابین بعضی شروحات هستن، بعضی متون هستن، وضاحت میکنه شرح. این بحث حدیث هستن. این که هستن این همش تاریخ هست. این تاریخ هستن، این تاریخ هستن. اما تاریخ ما فکر میکنیم یک موضوع هستن. گاهی وقت از ما کس پرسان میکنه که یک کتاب ما در تاریخ بگوین. تاریخ در ما بین خود یک چیز داره. مثلا این جغرافیا بحث میکنه، این به اقوام بحث میکنه. مثلا ما یک وقت آریایی بودیم. به چی خاطر ما آریایی بودیم؟ دلیل و استدلال دی بحثا میکنه. این که هستن بعض چپنام داری اما 3 ساعت. چپنم داری. یک از طرف ما به تو هدیه باشه. برای من؟ والا بزرگی میکنی اما نه خیلی خوب. عادت افغانی بعد. بسیار زیاد تشکر. مبارک باشه برید. بخیر باشه. جور باش. خب این که هستن بعض کتابای اخلاقیات هستن، تصوف و اخلاقیات و این ادبیات هستن. با ادبیات بحث میکنن. این مثلا یک کتاب هستن که در ادبیات عربی الف لیلة و لیلة، یک دختر بادشاه، یک بچه بادشاه
محبت که کردن هر شب که ششتن بحث کردن. الف لیلة یعنی 1001 شب. 1001 شب. این معنایش هستن. خب این داستان است دیگه. یک داستان و ناول هستن. با هم دیگه رسیدین یا نه؟ نو مطالعه نکردیم چرا بسیار وقت میخواین. چون زیاد هستن. یک ناول هستن 1100 قصه هستن دیگه. اثر داشتین خودتان آقا صاحب از خودتان؟ خب کتابا داریم. یک کتاب عربی نوشته کردیم. خب بسیار خوب موضوع هستن. یک کس مثلا حافظهش خراب است، کدام چیزا هستن که حافظه را خراب میکنه، کدام چیزا هستن که حافظه قوت میده. خب بسیار خوب کتاب هستن. قمقمة المرجان عربی است. به عربی نوشته کردین؟ با پشتوم شده. خب اگر ممکن نگه در فارسیم شد باز بریتان روان می. تشکر میکنم مسعود که بر ما وقت دادی، چای خوردیم، از این لحظاتی که بودیم واقعا که خیلی بر ما خوش گذشت. دیگه حرف و پیامی که داری برای هموطنای ما، کسایی که خودت میبینه، کامرا در خدمت است. نو اصل بازم یک چیز میگویم، اسلام از نامش که معلوم است، اسلام سلامتیه. چه خردن مردم از افغانها که ناراض هستند، داری جنجال ها سهمی داشتن، بیای به وطن خود کار بکنیم که کتاب پیش ببریم، تعلیم پیش ببریم، خدمت به مردم بکنیم. یعنی والله این وطن نیاز و ضرورت به خدمت داره. در هر عرصه که هر کس از دستش میشه باید امو خدمت. ما مثلا درس و تدریس کده میتانیم، یک کسی دیگه تو در ژورنالیستی کار کده میتونی، یک کسی به دیگه او خدمت بکنه، هم به اسلام و هم به وطن. بله، چون هم ما با یکی دیگه ما ضرورت داریم. پس وقتی که هم دست به دست هم بتیم، میتونیم که یک کشور خودکفا، یک کشور آرام و آسوده داشته باشیم.